کلاس 15. با پایان دوره صبح و فرارسیدن شیفت بعد از ظهر، چراغ‌های موهای راکل را تماشا کردم که به رنگ طلایی تمام می‌شدند. خورشید ساعت 11 بود که از شکاف‌های پنجره‌های نیمه باز وارد اتاق می‌شد و از آمدن یک نوامبر گرم و همچنین یک معلم جدید خبر می‌داد. برای آخرین کلاس روز جمعه. آخرین کلاس برای پایان روز و شروع تعطیلات آخر هفته. آخرین کلاس از پیتر آلینسون. اما یک دفعه همچین کلاسی رزرو کرد. پس بی نظم از تقویم. اما خوب است، زیرا یک بار برای همیشه تمام می شود. و سپس با برنامه ریزی مجدد آداماستور دشوارتر می شود و فرصتهای بیشتری به معلمانی می دهد که با موضوعات جدی‌تر دیر می خوانند. و نوشتن. اگر شکایت کنیم می گوید جدی نیست. او می گوید ما قبلا خیلی کار کرده ایم. که به هدف رسیدیم. به هر حال، او پیتر، از آنجایی که او آن برنامه را دریافت کرد، چون اسوالدو در جغرافیا شهید بود و همیشه مطالب را یک هفته زودتر از زمان توافق تمام می کرد، امروز در مورد آخرین مقاله ها برای ما صحبت خواهد کرد. فصل آخر. این چیزی است که قرار بود اتفاق بیفتد، کلاس آخر پیتر آلینسون. آخری که برنامه ریزی کرده بود فقط آخرین انشاهای کلاس ما را پس بدهد. و بعد این یکی رو برای شما آوردم. وقتی راکل کیسه پلاستیکی رو روی میز گابریل گذاشت، دیدم با قفل مطابقت دارد. یک بطری لاک صورتی بیرون آورد و او هدیه داد. آه، متشکرم، گابریل تشکر کرد، در حالی که راکل به تارهای رنگی موهایش دست زد. اما میدانید همه چیز خیلی خوب بود. خیلی متفاوت. بابام خیلی روشن به نظر می رسید. راکل همان روز صبح وارد شده بود. بعد از استراحت دوم برای او فقط 2 کلاس. و به غیر از اونی که قبلا تماشا کرده بودیم، یکی دیگه مونده بود. در طول مدت انتظار، بدون اینکه کاملا خود را از اکثر دانش آموزان که جریان رفت و برگشت به کولر آبی را انجام میدادند، متمایز کند، فقط در آخرین پیچ گذرگاه، از راست به چپ تغییر جهت داده بود که از جهت در به سمت میز گابریل حرکت میکرد. و من همه چیز را تماشا کردم، پشت میزم نشسته بودم و سرم را در خاکستری کتم فرو کردم. میدانستم در مورد چه چیزی صحبت میکنند. مثل کاری بود که سالها انجام نداده بودیم. از زمان از دست رفته گذشته. داستان راکل برایم کاملا آشنا بود. از یک امر عادی به دست آمده توسط عادت. روال. چند بار شنیده بودم که او در مورد نحوه ورودش به مدرسه صحبت میکند. از نقل مکان به شهر دیگر، به دلیل تغییر شغل پدرش و حتی با فوت مادرش. 2 سال، راکل کمی آرامتر با گابریل زمزمه کرد، 2 سال طولانی. آن دو به طور متناوب بین مواردی از کارهای روزمره زنان، سوهان ناخن، کرمها و لاک ناخن و اصطلاحاتی از زندگی گذشته راکل صحبت کردند. خب قبل از رسیدن به مدرسه، خوب قبل از رسیدن به پیکوشا. اما چطور ممکن است یک نفر اینقدر از زمانی به زمان دیگر تغییر کند؟ زیرا به نظر می رسید که او همانجا ادامه می دهد. در میان آن چراغها، او واقعا هرگز نرفته بود. اگه همونقدر بود. اما می توانیم از پس آن براییم. با تغییر لحن، راکل به مکالمه پایان داد و اقلام دیگری را که برای خود خریده بود، اما به نمایشگاه داده بود، نگه داشت، فقط برای مقایسه با چیزهایی که برای گابریل آورده بود. وسایل ذخیره شده، مواد بسته، هر دو از در بیرون می رفتند. و باید ببینی، راکل گفت و شروع به لبخند زدن کرد. دکتر گفت که میتونم تا چند هفته دیگر ورزش هایی رو که میخوام انجام دهم شروع کنم. اگر با امتحانات همه چیز درست پیش برود، به زودی خیلی لاغرتر خواهم شد. راکل جمله آخر را با زور تاکید کرده بود و دندانهای بالایش را به دندانهای پایینش میزد. گابریل قبل از عبور از در ایستاد. راکل که متوجه شد، سعی کرد آن را برطرف کند. فقط در نهایت، من هرگز از تصویر خودم راضی نبودم. همیشه جایی برای پیشرفت وجود دارد، درست است. ممکنه. آیا گم نشده بودم؟ قسمتی که گم شده. خب، میدانید که چگونه است؟ کاترپیلار فقط زمانی زیباتر می شود که بزرگتر شود، یعنی پروانه. عبارت الهام بخش گابریل توجه برخی از دانش آموزان را به خود جلب کرده بود. من شامل. به خاطر بلند کردن ناگهانی سرم از روی پلیور، هر 2 دختر متوجه من شدند. تلاش برای رفع. اوه.
شاگرد پیتر آلینسون. نه، گابریل با جدیت اما آرام پاسخ داد. او و پیکوکسا. به نظر می رسید که راکل اهمیتی نمیدهد که من گوش می دهم و من به گفتگو ملحق شدم. گابریل ادامه داد: فقط به یاد چیزی که پیتر یک بار در حین تمرین به من گفت، اینکه در بیشتر مواقع برای نتیجه نهایی نباید آنقدر عجله داشته باشید. آنها راه رفتن خود را از سر گرفتند و اتاق را ترک کردند. صدایی که دور بود، در پایان روز، مراقبت از تصویر، جنبه‌های فیزیکی و عاطفی خود، همیشه به یک چیز نیاز دارد: زمان و تلاش. چون کار ساخت و ساز است. گابریل برای آخرین بار برگشت و به من نگاه کرد و چه چیزی در زندگی نیست. آنها بیرون آمدند و خورشید در محیط بیرونی دوباره برجسته در موهای طلایی راکل تابش کرد. او بود که سال تحصیلی را با ما تمام می‌کرد. اما او از ابتدا چه کسی شده بود؟ و اگر بخواهد به تغییراتی که به نظر می‌رسید به خودش پیشنهاد می‌داد ادامه دهد، چه کسی می‌شد؟ اگر مهم بود، شنیدم. ترسیده. آیا راهی را که در پیش گرفته اید قبول ندارید؟ ایرینا آمده بود روی صندلی خالی کنار من بنشین، صاحب آن در میان رهگذران کنار چشم آب بود. و به محض اینکه راحت شد این سوال را پرسید: منتظر نمرات خود هستید برای دانستن وزن خود در طلا. من و ایرینا دوستانی قدیمی بودیم. چون او را از بود و تولد یا تقریباً میشناختم. ما در یک محله به دنیا آمدیم و کم کم دایه‌هایمان به ما پیوستند و کالسکه‌های بچه و سپس اولین اسباب بازی‌های دوران کودکیمان را به هم نزدیک کردند. در مورد ایرینا چه میتوان گفت؟ با دقت به زن کنارم نگاه میکردم. حالا فقط چیزی را میفهمیدم. ما برای هم مقدر نبودیم. ما زوجی نبودیم که از اعضای خیلی شبیه هم تشکیل شده باشد. من و او بزرگ شده بودیم، تغییر کرده بودیم. بدون آن همه شناسایی، به دلیل خاستگاه اجتماعی یا هر شرایط دیگری. اما با فکر کردن به آن، یک چیز را در چشمان او دیدم، چیزی که به بهترین شکل به اشتراک گذاشته بودیم. کوهنوردی که به دنبال همه نمرات خوب است، گفتم، و به نظر می رسید که او کاملا متوجه پیام من نشده است. اما او فقط به نظر می رسید. زیرا مطالب توسط افرادی مانند ما همیشه به خوبی درک می شد. از همان ابتدا اکتسابی. تولد اما نه. با خنده گفتم و مستقیما به اولین سوال او پاسخ دادم: ترسی ندارم. و علاوه بر این او دیر کرده است، اینطور نیست. پیتر باید تا الان می رسید. و زنگ از قبل به صدا در آمده بود، اولین و دوم بودن توسط. خب این دفعه تونستم آروم بمونم. میدونی، لازم نیست همه چیز اینجوری زندگی بشه. یا حداقل آنها نباید. هی حالت خوبه؟ من دارم با شما صحبت میکنم. صدای جیغ ایرینا را در گوشم شنیده بودم، اما هنوز برانگشته بودم که به او توجه کنم. چون حواسم پرت شده بود. ایساک رد شده بود و قطره‌های شکلات روی زمین میریخت. و من که فهمیدم چه اتفاقی افتاده به او نگاه کردم. همیشه اوست، اینطور نیست. ایرینا در آخرین سوال لحن صدایش را تغییر داده بود، اما انگار دیگر به چیزی که میدید اهمیتی نمیداد. دوباره به او نگاه کردم و او به همون چیزی که به من میگفت بازگشت: نمیتوند آنقدرها هم بد باشه. و همیشه آنقدر خوب نیست. نتیجه‌ای که در آزمون به دست میآوری بخشی از یادگیری است. آخرین جمله‌ای که با لب‌های ایرینا گفت باعث شد بیشتر به او توجه کنم. این خود ایرینا بود که همه چیز را گفت. او با حواس پرتی به یادداشت‌ها اشاره کرده بود. آیا او دیگر فکر نمی‌کرد که تمام ارزش او به عنوان یک شخص در آنجا زندگی می‌کند، داخل و خارج از یک کلاس؟ نه، امکان پذیر نبود. نشانه تغییر. باران خواهیم داشت. پیتر همیشه محتاط بود. اما من به آسمان فکر کردم، دیدم پرتوهایی که در تمام کف اتاق می‌بارد، کل فضا را گرم می‌کند و همه چیز را ذوب می‌کند. شکلات، هر قطره. ایرینا. دوباره به همکارم نگاه کردم. او خندید، انگار می‌تواند سوالی را که در ذهنم مانده بود کامل کند. گاهی اوقات در مدرسه، با توجه به زمانی که با هم می‌گذراندیم، می‌گفتیم که تلپات همدیگر هستیم و ذهن همدیگر را می‌خوانیم. ارتباط ما بود. اتصال کلاس. اشکالی نداره، اون گفت، و وقتی می‌فهمی نمره. این فقط یک نشانگر است. می‌توانید با آن رشد کنید، ترک کنید و تنها با یک قلاب گیر نکنید.
او اضافه کرد: اما اثبات خوب است. شما را به فکر وامی دارد. اندازه گیری داشته باشید. و آیا کسی می تواند بدون ارزیابی زندگی کند؟ آیا شما، برای مثال، قادر خواهید بود؟ و با تماشای این 3 نفر که دور هم جمع می شوند، برای انجام هر کاری که قرار است انجام دهند، چشمه آب. نمی توانستم پاسخی داشته باشم، زیرا ارزیابی که در ذهنم شکل می گرفت این بود: ایرینا، کاتیا و ایزابل همیشه آنقدر نزدیک به هم، 3 پای جدا نشدنی در اتاق ما بودند، 3 پایی که هرگز شکست. تا اینکه پیتر آمد و یکی از پاها را با راشل عوض کرد. اما حالا نگاه می کنم. چه چیزی بین آنها تغییر کرده بود؟ در مورد دخترانی که از من دور شدند چه می توان گفت؟ که اگر ایرینا یک دنده بود، با شورت نایلونی، تنیس با جوراب و دم اسبی بلند، کاتیا، دانشمند، با کت آزمایشگاهی، گوشی پزشکی و پوشه‌های گزارش برای تکمیل، و ایزابل، دختر شهری ابدی، شلوار جین و تیشرت معمولی، صاحب همه مکانهای رویداد در شهر. آنها همه را به همان زمانهای مختلف دختر برگردانده بودند، اما آنها به همان زمانهای جدا از هم برمیگشتند. نقطه تکیه‌گاه، محل اتصال همه سازه‌ها، مرکز تعادل به نام دوستی. این اساس 3 پایه بود. و این چیزی بود که ادامه داشت. حمایتی که از یکدیگر کردند. بنابراین آنها اغلب می توانستند از توصیه‌های پیتر پیروی کنند، بیرون بروند و بیرون را کشف کنند، احتمالات جدید را کشف کنند. همانطور که 3 دختر قبلا از اتاق خارج شده بودند، فکر کردم و من به طرف نگاه می کنم و ایساک، که با کسی در حال گفتگو نبود، او قبلا کیفش را زیر و رو می کرد، به دنبال چیزی برای سرگرم کردن خود می گشت. چرا همیشه کتاب؟ چرا هرگز؟ من به ملاقاتش رفتم. هی ایساک، با نزدیک شدن به جایی که او بود گفت: داشتم فکر می کردم، نزدیک شدن من برایش غیر منتظره به نظر می رسید. اما بله. منم همینطور فکر می کردم. و با نشون دادن تعهدم به ماندن در آنجا، مجبورش کردم کوله پشتیش رو بیاندازد و تمرکز کامل به من بده. برای تمام شدن کار زیست شناسی صرفه کردم و بر اهمیت جمله‌ام تاکید کردم: لزومی نداره که شما به خانه من بروید. فکر کردم دیدم موهای ایساک سفت شده است، یا حتی من به سمت موهای شما رفتم، واقعاً خیلی کمتر ریخته بود. با این حال ادامه دادم. سعی کردم خامه‌ام را بریزم. چرا میریم موزه نزدیک خونه؟ با کامل شدن جمله برگشت. من حباب مو را دیدم، عالی است. من مطمئن تر بودم که پیشنهادم را بدهم، با این باور که او موافقت می کند. چند نمایشگاه بسیار مدرن با نمایش 360 درجه داره و میتوند به ما در روایتی که قرار است درباره شکلگیری جهان و منشأ حیات بسازیم کمک کنه. ایساک هیجان مرا درک کرد. از دعوتنامه خوشش آمده بود. او پاسخ داد. عالی میشد. پاسخ او با چشمانی پر جام و جوش و روشن داده شد. این واقعیت مرا به این درک واداشت: کمی شادی را در اسحاق روشن کرده بودم. از حرفم خوشحال شد. و در آنجا اتفاق افتاده بود. جریان دوباره برای او شروع شده بود. و او را دیدم که سعی می کند مورد توجه قرار نگیرد، سعی می کند آزاردهنده نباشد. اما اگر برای او ذاتی بوده و بالاخره برای من هم اتفاق افتاده است، چرا انکار کنیم؟ قبل از اینکه ایزاک بخواهد صحبت کند، با احساس ناراحتی سعی کردم خجالت را کم کنم. اشکالی نداره ایساک. دستم رو روی شونه‌اش گذاشتم. اشکالی نداره. انگار میلرزید. من خودم را بیشتر حاضر کردم. میفهمم. تو چشماش نگاه کردم. محکم فشارش دادم. الان روبروی هم بودیم و قبل از اینکه یکی بیفتد از بالای سرش، اسحاق حرکت کرد و سعی کرد به پایین نگاه کنه. اما بیفایده بود. قطرات زیادی از قبل شروع به جاری شدن کرده بودند. و بعضیها حتی نیم تن دستم را لمس کرده بودند. یه بار دیگه ایساک رو فشار دادم و مجبورش کردم به هم نگاه کنه. دستم را از روی شانه‌اش برداشتم و پرسیدم: ایزاک، این خیلی اذیتت می‌کند؟ سعی می‌کرد به عقب نگاه کند. چیزی رو که می‌خواستم بگم اندازه گرفتم. خیلی وقتها چرا راهی پیدا نمی‌کنی؟ دستی به موهایش کشیدم. شکلات. یک بار برای همیشه. من نمی‌دانم. گزینه‌های زیادی به او داده بودم که وقتی تمام کردم، او قبلاً به من نگاه کرده بود. با نگاهی به من جواب داد. فقط می‌دانی او شکی نداشت. وقتی گفت هیچ راهی وجود ندارد.
راه دیگری برای پیدا کردن دستم را از روی شانه‌اش برداشتم. به نظر نمی رسید که او متوجه شود، بنابراین او از پاسخ مطمئن بود. همانطور که گفتی، بخشی از وجود من است. و به سادگی اتفاق می افتد. با خوشحالی به پشت دستم نگاه کرد. همه لکه‌دار، آبکش شده، سیاه. اما تو، ایزاک با تعجب مرا در انحنای فکر و قطره قهوه‌ای که از فالانکس انگشت حلقه‌ام تا مرکز کف دستم می‌دوید گفت: تو هم همه کرم هستی. درسته. من بلافاصله جواب ندادم. نیم ثانیه ایزاک را در انتظار پاسخش گذاشتم. قطره بین انگشتانم جاری شد. نزدیک بود چکه کند. وقتش رسیده بود. دیگر نمی‌توانستم دریغ کنم. نه، من آنقدر قاطع بودم که حتی توجه هر کسی را که از آنجا رد میشد جلب کردم. با این حال، من اهمیتی ندادم. ژست بعدی انجام خواهد شد. دستم را بالا آوردم و انگشتم را نزدیکتر کردم. من نمی باختم. نه، بار دوم گفتم. همچنین کمی شکلات. دوستش دارم و انگشتم را به سمت لب گرفتم تا تمیزش کنم. هنگام لمس زبان، تلختر. میدونم. شنیدم که همکارم مثل همیشه با خونسردی لبخند زد. موافقم. با یادآوری پیشنهاد من اضافه کرد. ما تاریخ و زمان را تعیین می‌کنیم. پس از آن ما دوباره ملاقات خواهیم کرد. بسیار خوب، ارسطو. با شنیدن او که نام کاملم را میگوید، خنده‌ای هم از سرم زد. به قدری نادر بود که مردم با من تماس بگیرند. که هر از گاهی فراموش می‌کردم که من هستم. من که بودم چی بود؟ سبز. آبی. اما بعداً یادم آمد. یادم نبود. دیگر چه برای گفتن مانده بود؟ پایولو با نگاه کردن به ماندن ایزاک، رها کردن او در جای خود و بازگشت به سمت من، توجه من را به خود جلب کرد. او و رناتو دوستی جدیدی را شروع کرده بودند و گفتگوهای طولانی و پر جنب و جوشی را آغاز کرده بودند. آنها از طریق شوخی در پایان کلاس معلم با هم آشنا شده بودند و رابطه‌ای را آغاز کردند که بیش از همه از طریق خنده تثبیت شده بود. رناتو سعی کرد سبک زندگی را به من بیاموزد. و با آن او در دوستی خود با پایولو به نظر می رسید که در حال ساختن چیزی استوار است. ببین چطوری شلیک می کنم. رناتو گفت و خط کش نارنجی را از روی میز بیرون کشید. او ایستاده بود. در حالی که من نشستم، شروع کردم به دنبال کردن برنامه به عنوان بخشی از تماشاگران که از 2 مخاطب تشکیل شده بود. من تازه وارد و دیگری دوست تازه تحسین شده. من واقعاً در این کار خوب هستم. خیلی خوبه. و رناتو چند قدم عقب رفت، خط کش را در یک دست، توپ را در دست دیگر گرفت، منجنیق را ساخت و شروع به تیراندازی کرد. با این حال، او این ژست را در وسط پایان داد. توپ را کمی بالاتر برد، مثل جامی که همه ببینند. با خوشحالی با لبخندش به سمت سطل زباله رفت. خیلی نزدیک بود، درنگ نکرد و کاغذ را در آنجا انداخت. سبد دوست صورتگرد من جشن گرفت و حرکات برنده‌ای انجام داد، مثل یک بسکتبالیست در پایان روز مسابقه. او لبخندی زد و برای تکمیل، پایولو شرکت کرد. مرد، چه شات اختصاصی. کامل. پایولو به رناتو که دوباره نشسته بود احوالپرسی کرده بود تا بتونند به گفتگو ادامه دهند. این چیزی است که من به اون میگم زمین درست از نظر اکولوژیکی. جمله پایولو باعث شد به اطراف نگاه کنم. در واقع اخیراً در محیط بسیار تمیزتری قرار داشتیم. توپ‌های کاغذی که دیگر به سمت دانش آموزان پرتاب نمی‌شد، در نتیجه همکارانی که روی خط کش‌ها ننشسته بودند و کثیف از مدادهایی که دیگر هرگز روی زمین نیفتاده بودند. رنگ دیگری داشتند. یا سبز. من نمی‌دانم. پایولو. رناتو داشت صحبت می‌کرد. به نظر می‌رسد در نهایت این تنها چیزی است که من در آن مهارت دارم. او گفت. خوب فکر کن. من امسال با زندگیم چه کردم؟ من در تمام عمرم چه کردم؟ 1 سال کامل رایگان، واقعاً مسخره کردن. از هر نظر. هر چیزی که به من میرسید نیز از من فرار میکرد. به همین راحتی که آمده بود. اما آیا قبلاً آبی نشده بود؟ کمی افکارم را متوقف کردم و سعی کردم آنها را آرام کنم. بازم داشتم خودمو گم میکردم. دوباره رفتم سر و کله بزنم. اما اون چیزی که میخواستم نبود. کم کم اجازه دادم چشمام تو زمینه سبز تیره تخته سیاه فرو بره. داشتم به پاولو گوش میدادم. چرا سرت را اذیت کنی؟
به همین دلیل است که من همیشه میگم رناتو، شما خیلی سخت با یک مشکل مبارزه میکنید و وقتی اون رو میبینید مشکل به علاوه سردرد وجود داره. پایولو توضیح میداد. من فقط با دیدن رنگ. پایولو بلند شد. او از آنچه میخواست بگوید متقاعد شده بود. سردرد همین است، علامت است، هرگز دارو نیست. آیا واقعا نصیحت میخواهی؟ من اون رو میخواستم در زندگی. وقتی با مشکلی روبرو میشوی، باید یک راه حل واقعی هم پیدا کنی. یا اگر قبلا آن را ندارید، با شجاعت آن را توسعه دهید. فقط در این صورت است که میتونید به مکانی که میخواهید برسید. و من به خودم اجازه دادم نزدیکتر شوم، اجازه دادم معنا پیدا کند. من گوش دادم. خیلی از کارها را باید اینطور انجام دهید. امروز کمی انجام دادن، فردا بیشتر تمرین کردن، چون از دیروز تا امروز مثل امروز تا فرداست و اگر قبلا از چنین مرزی عبور کرده بودیم، چنین درسی رو گذرانده بودیم، با این کار یاد میگیرید که چه باید بکنید و انجام شده بود. دقیقاً اونجا. نشستن روی صندلی ساحل. نگاه سخت، بی حرکت و مرده. اگر مدرسه جایی برای شما نیست، اگر موضوعات همیشه توجه شما را جلب نمی کنند، اشکالی نداره. آیا ممکن است ترک کنی و در چیزهای دیگر قسمت بهتری پیدا کنی؟ اما اگر گم شد، فقط به خودت این ارزش رو نده. پایولو خط کش را از روی میز رناتو برداشت. 30 سانتی متر پلاستیک. در آن طرف زندگی زیادی وجود دارد. یک دنیا دوباره. واقعی. کاملا واقعی بود. واقعا یک دنیا برای من. و چگونه در این مورد شک دارید؟ چگونه شک نکنیم؟ اما شک گریزان بود، فقط چون به آن نیاز نداشتم. چون نبودم. به قول پل، شک این بود. یک اصل حکمت. و هرگز، او افسود، هوش بزرگی بدون دوز خوبی از جنون وجود نداشته است. یک دنیای کامل وجود دارد. همه برای شما. با رنگ‌های بسیار بیشتر از فقط نارنجی، سبز، آبی. هی تو حزقیال مرا صدا میزد. دستی به شانه‌ام زده بود که نشان میداد میخواهد حرف بزند. و داشتم برمیگشتم. از هر چیزی که پشت سر گذاشتم، همه چیزهایی که اتفاق افتاد. آیا قبلا تصمیم گرفته اید در آینده چه کاری انجام دهید؟ آینده، صدای من که کمی گیج می آید. اما چرا حرف می زد؟ منظورش از آینده، اسکیل کتابی را که می خواند بست. او مرا آنالیز کرد. امروز بعد از ناهار یا فردا بعد از شام، نمیدانم. قرار نیست تمام زندگیت را بگذرانی تا تصمیم بگیری چه کار میکنی، درست است. آیا من سعی کردم بایستم، اما وزن پا. حزقیال، گفتم هنوز نشستم. صدایم را قوی کردم، نمیدانم. خب چرا به این نگاه نمی کنی؟ کتابی را که میخواند، کتابی با جلد سبز به من هل داد. این کتابی بود که در تمام مدت نزد ایسک بود. من او را در طول سال در حال خواندن دیده بودم، اما هرگز اینقدر توجه نکرده بودم، هرگز اینقدر نزدیک نبودم. حالا روی جلد نوشته بود: خودت را بشناس، راهنمای شغلی است. اسکیل پاسخ داد و دوباره شروع به لبخند زدن کرد. یک کپی مدرن نسخه جدید. من هنوز در فصل اول هستم، اما واقعا آن را دوست داشتم. نه، من به اسکیل پاسخ دادم و کتاب را به او برگرداندم. به او نگاه کردم، عمیق در چشمان همکارم، خودم را همینطور دیدم. نمیدانستم قرار است چه کار کنم. شاید به امروز بعد از ناهار یا فردا بعد از ملاقات با اسحاق جواب کامل میدادم. آیا زمان مناسبی را تعیین کردیم؟ آیا برای تایید با اسحاق باید به آن برگردم؟ با این حال، افکار من همچنان تحت تأثیر پس زمینه سبز کتاب قرار گرفت و اگرچه فکر می‌کردم در طول یک سال با خودم بیشتر آشنا شده‌ام، بیش از همه به لطف فعالیت پیتر که اتفاقاً چرا هنوز نیامده بود، قطعاً نمی‌دانستم چگونه با نسخه قدیمیم که حرفه‌ای را در پیش گرفته بود کنار بیایم. به هر حال، علاوه بر این که من بودم، برای چه چیزی خوب بودم؟ خب، می‌توانید در طول تعطیلات در مورد آن فکر کنید و برای سال آینده تصمیم بگیرید. حزقیال بیشتر هیجان زده بود. من او را تماشا کردم. از زمان بازگشت به کلاس، به نظر می رسید که زمان او در مدرسه به طور فزاینده‌ای به خوبی سپری شود. با اینکه همیشه نمرات بالایی مثل ایساک یا من نداشت. اما بین ما زنده تر بود. یاد گرفتم، به دنبالش گفت، که فقط من میتونم میزان زندگیم را بدهم.
قدرت‌ها را می‌دانی؟ سری تکان دادم. او اعلام کرد. او متقاعد شد. تا زمانی که به کسی صدمه نزنم، با رعایت اصول و قوانینم زندگی می‌کنم. فقط من میتونم اندازه‌ای داشته باشم که خودم را ارزیابی کنم و بگم که آیا همون چیزی هستم که مردم وقتی به من نگاه میکنن فکر میکنن یا نه. فهمیدم در مورد چه چیزی صحبت میکنیم. پدر حزقیال بسته به انتخاب شغلی او، همه چیز به این سادگی نخواهد بود. و بعد تصمیم میگیرم که چه کار کنم، چه میخواهم. من که هستم. باتوم زندگیم را به دست میگیرم و روزها را اجرا میکنم. پرسیدم. و شما فکر میکنید در این حرفه به خوبی عمل خواهید کرد؟ من از اینکه نمیدونستم چگونه حرفه‌ای داشته باشم شرمنده بودم. بنابراین جمله رو تغییر دادم. دقیقاً قصد دارید چه کار کنید؟ پزشکی، وای، نجات جان در دست من خواهد بود. اسکیل کتاب را کنار گذاشت. او شروع به توجه کامل به من کرد. او به من نگاه کرد و گفت: اما من یک چیز را به تو بدهکارم. چی؟ او به سرعت توانست افکارم را بیشتر بپیچاند. اما با همون چابکی به من پاسخ داد: مدتی که برای غیبت لازم داشتم کمکت رو مدیونم. داشت از تعلیق صحبت میکرد و برای تمام مواقع دیگری که تو در زندگی من حضور داشتی، حتی زمانی که من بودم سرگردان. گفتم. فکر میکردم فهمیدم الان چه خبر است. برای او، اما این برای من هم صدق میکند. نه، اسکیل با گیجی تصحیح کرده بود، بدون اینکه انگار حرف آخرم رو بفهمد. هر بار، حتی وقتی از تو دور بودم، در جمله آخر دست چپم رو لمس کرد. فهمیدم منظورش چیه. گچ. من شک نداشتم. مشکلی نیست، حزقیال. پشت سر گذاشته شد. چرا چند بار در زندگی او میدانستم چگونه اینقدر مصمم باشم. و بقیه، من چه چیزی جا گذاشته بودم. و بقیه، هنوز چه چیزی در پیش رو پیدا کنم. آیا می توانم بدون تردید و انحراف پاسخ خوبی بدهم؟ لبخندی زدم و اسکیل را آرام گذاشتم. او دیگر نیازی به تکمیل جمله برای اتمام عذرخواهی نداشت. در همین حین به دوستی که ایجاد کرده بودیم فکر کردم. مثل ایرینا، کاتیا و ایزابل نبود، اما هنوز چیزی بود، یک ارتباط، یک پیوند، حتی در لحظاتی، در بیشتر آنها که من برای او بودم و او تقریباً هرگز برای من. اما اگر حالا تغییر کرده بود. آیا این درسی است که پیتر آرزو می‌کرد که من یاد می‌گرفتم؟ درست است. اما چرا دوباره به پیتر فکر کردم؟ و چرا نرسید؟ اگر حتی کلاس اول نبود، چرا تأخیر؟ زنگ دوم. چند وقت پیش صداش زده شده بود. و تو، حزقیال به من گفت. متوجه شدم کلاس خیلی پر شده است. تقریباً هیچ کس بیرون نبود. تنهایی، فواره آب. اگر هنوز نمی‌دانید چه شغلی را انتخاب کنید، اشکالی ندارد. شما متوجه خواهید شد. من از قبل در آن هستم. او به نمایش کتاب بازگشت. جلد، من این را خوب می‌دانم. برای من هنوز فقط فصل اول است، اما در حال حاضر خواندنی فوق‌العاده خوب است. و مهمتر از همه، او لبخند زد با اعتماد به جمله آخر: یک سفر زیبا. دست دادیم و خداحافظی کردیم. نه اینکه از آنجا برویم. هیچ کس نمی‌خواهد. و سرم را پایین انداختم و به خودم اجازه دادم فکر کنم پس از کیل، دوست چندین ساله من همین بود. که او بارها احمق بوده است. و در مواقع دیگر ظالمانه. اما آیا من در بسیاری از آنها دقیقاً مانند او نبودم؟ پس چرا حالا مسیر به نظر من یکسان نبود؟ به نظر می رسید چه چیزی برای مراحل بعدی سفر من از دست رفته است. چه کار کرده بودم؟ یا انجام نشده باقی مانده است. تنها کاری که کردم این بود که به بازوهایم نگاه کردم. آنها شل بودند، نه. با اینکه هنوز در آن مکان قدیمی و دقیق نشسته بودم. چیزی مرا تعقیب کرد. یکی از من خواست که برگردم و به پشت سر نگاه کنم. آریستارخوس. او به عقب برنمی گشت. نه. نه. از نظر ذهنی به خودم جواب دادم و سعی کردم قاطع باشم. نزدیک پایان سال بودیم. و اگر پیتر قبلا همه آن را با ما سپری کرده بود، چرا در آینده متفاوت بود؟ چرا آریستارخوس به ماه‌های آخر باز می‌گردد؟ دستانم را تکان دادم. هنوز شل است. چرا پیتر اگر کلی کلاس را راضی کرده بود برنمیگشت؟ حتی آداماستور در موارد خاص. با مشت دست راستم آن را روی میز زدم. با تسلیت لبخند زدم. دوران گچ قطعاً پشت سرمان بود.
اما انگار آدامستور میتونست افکار من یا حتی افکار همه ما را بشنود. این او بود که در مقابل ما ظاهر شده بود. با قدم کوتاه و لنگانش وارد شد و به سرعت خود را روی صحنه نشاند. آماده پاسخگویی است. خیلی خوب، صحبت کرد. صدایش کمی خشن بود و من نتونستم متوجه کیف قهوه‌ای رنگی که زیر بازوی چپش حمل می‌کرد نباشم. یک پاکت سایز متوسط بود و به نظر خوب پر شده بود. من از آنچه درون آن بود مطمئن بودم. مقالات همه در جای خود درست است. آدامستور بارها پرسید و به نظر کمی ناامید به نظر می رسید، بدون اینکه واقعاً بدون چه بگد کیسه را حرکت داد. اما چیزی باعث شد به فکر فرو بروم. چرا او وارد شد؟ برای تدریس به جای پیتر. خوب است. اینجا. می توانید این یکی را بردارید و آن را به اشتراک بگذارید. آدامستور شروع به تقسیم محتویات کیسه کرده بود و تکه‌ای را که تقسیم کرده بود بیرون آوردند و به پولس دادند. به طوری که بین دیگران توزیع شد. خیلی زود متوجه شدم که برخی از آنها انشاهایی بود که ما نوشته بودیم و آنهایی که بین دانش آموزان رد و بدل میشد کارهای دوتایی بود. طبق دستور ابتدا به ایساک می رسیدند. و من بعداً آنها را خواهم دید. با این حال افکارم را منحرف کردم. آدامستور دوباره صحبت کرد. و من هم اومدم به شما بگم که این یکی به مطالبی که در دستش مانده بود اشاره کرد. من هم به راحتی آن را تشخیص دادم. آنها مقاله‌های فردی بودند. اما چرا آنهایی را که او مجبور به نگه داشتن آنها بود؟ یکم دیگه بهت پس میدم. لحن صداشو عوض کرد. خب عزیزان من. دیدم که این یا اون متن از دستی به دست دیگر میپرید و دوباره مرا به تمرکز میبرد که در اون آدامستور سعی کرد ارتباط برقرار کند. خب، همونطور که گفتم و همه به عقب برگشتیم، امسال برای شما یک سال غیر معمول بود. مقالات بیشتر عجله کردند و دانشجویان جدید را ترک کردند. برای من هم میخواستم بلند شوم تا در مورد متن خود بشنم که متوقف شدم. آدامستور خودش را اصلاح کرده بود. آنچه گفته بود را برگرداند تا خود را وارد روایت کند. من او را نشناختم. او خجالت زده بود. یا او، سالی که برای همه اینجا غیر معمول است، مضطرب بود. دانش آموزان کمتر حرکت می‌کردند، هر یک از قبل نمره خود را می‌دانستند. وقتی پیامم به میز اسحاق رسید دیدم. با این حال تصمیم گرفته بودم حرکت نکنم، منتظر بمانم و گوش کنم. تا گوش کنم. چه خبر بود؟ و پیتر؟ آدامستور گفت. اول آدامستور صدایش را برای شمردن بلند کرد. ما ذره کردیم، صرفه کرد، تغییر شکل داد، برداشتن، رفتن پروفسور آریستارکو. در مکسی لحظه‌ای آدامستور به کیفی که هم می‌کرد نگاه کرد. به نظر می رسید که به آن فکر می کرد. به دلیل بیماری. پایولو تصحیح کرد. پای شکسته بیماری نیست. و من نگاه کردم. دیدم که آدامستور به نظر نمی رسد که اصلاح شود و در عین حال روی کیف قهوه‌ای متمرکز شده باشد. اما این همه چی بود؟ به دلیل شرایط ماژور غایب بود. و او امسال بر نمی گردد. به محض اینکه آن را شنیدم احساس خوبی داشتم. همه چیز همانطور که فکر می کردم پیش رفت. هیچ چیز از چیزی که واقعاً می‌خواستم فرار نکرده بود. چه چیز دیگری می‌تواند متفاوت ظاهر شود؟ آدامستور انگار متوجه شده بود. قبل از دادن اطلاعات زیر به من نگاه کرد. من آریستارکو را اخراج نکردم. او فقط مرخصی انباشته را به مرخصی استعلاجی تغییر داد. توده‌ای در شکمم ایجاد شد. کیکی که مرا به صندلی میز می‌کشاند. اما می‌خواهم بدانی، آدامستور گفت. کیف را کمی محکمتر گرفت و قدمی به جلو و روی صحنه برداشت. انگار می‌خواست نزدیکتر شود. که این مدرسه به شما اهمیت می‌دهد. شما را دوست دارد. من تو را دوست دارم. پیتر، فکر کردم کجا بودی؟ آدامستور گفت. در اینجا. شما به عنوان دانشجو، به عنوان مردم ارزشمند هستید. همه ما ارزشش را داریم. آدامستور در مکالمه‌اش مرا به این فکر انداخت که آیا واقعاً او صحبت می‌کند؟ چرا اینطور رفتار کنید و بلافاصله مقالات را تحویل نگیرید؟ و پیتر، اما چیزی که امروز اومدم بهت بگم خیلی ساده نیست. این چیزی است که شما باید درک کنید. پردازش زمان میبرد. آدامستور صرفه کرد. و من با شنیدن زمان این عادت را دنبال کردم و به میز پیکوکسا نگاه کردم. اما من فقط راکل را دیدم، دقیق، بی حرکت، در حال گوش دادن.
آداماستور از صحنه پایین آمد و به همه ما نگاه کرد. نه. این نبود. آداماستور توضیح داد. اینم انشاهای کلاس نویسندگی، بیشتر کتک زدن به کیف، انشاهایی که کردی تحقیق کردی. نوشتی امضا کرد، خیلی با دقت. تمام فداکاری، تمام تلاش. و تو از او آموختی، او. درسهای زیادی پیتر، اما احساس میکنم آنچه امروز آمدم به تو بگویم ساده ترین آنها نیست. اما حتی شیرین ترین میوه ها و آداماستور دوباره به من نگاه کرد. آنها اغلب از ریشه های تلخ میآیند. او دوباره به همه نگاه کرد و حتی آنها را که میدانید چگونه بر آنها غلبه کنید. ایزاک چکه نمیکرد و به همین دلیل است که من امروز اینجا هستم. چون من شخصا آمدم تا به شما بگم و همونطور که آداماستور حرکت میکرد، پیتر را در بارانیش به یاد آوردم. سبز، نوسان به آبی. آبی که سبز شد. چرا پیتر الان آنجا نبود؟ که امروز درسی است از ریشه های دوست داشتن. یک درس وحشتناک. آداماستور اعلام کرد. اینها آخرین مقالاتی هستند که توسط پروفسور پیتر آلینسون برای شما تصحیح شده است. او هرگز به این مدرسه برنخواهد گشت و سرانجام اعلام کرد صبح امروز جمعه، زمانی که او به اینجا می رفت، پروفسور پیتر آلینسون درگذشت و اشکهای بیشتری روی زمین ریختند. برخی گرد، برخی دیگر نازک. برخی شفاف، برخی دیگر شکلاتی. اما او، پیتر، چگونه می توانست بمیرد؟ آیا او در راه مدرسه نبود تا انشاهای ما را تحویل دهد؟ و اگر رسیدند؟ او خیلی جوان بود. با این حال من به جلو نگاه کردم و با توجه نگاه کرد. و قبل از اینکه بقیه آرامتر باشند، به آنچه آداماستور میگفت گوش دادم. فهمیدم. حقیقت. مرگ پیتر. ما قبلا تمام سال را پشت سر گذاشته بودیم، در نوامبر رسیدیم. و در ماه نوامبر هوا گرم بود. معمولاً باران زیادی میبارید. اولین قطره قبلا سقوط کرده است. و پیتر همیشه آماده بود. هرگز چتر را فراموش نکنید. اما چراغ راهنما باز شد. آداماستور گفت. و پیتر جلو رفت. چون اتوبوس کمی بیرون ایستگاه ایستاد تا یک خانم بیاد پایین. و پیتر میخواست کمک کند. او بسیار پربار بود، پر از خرید. پیتر هر روز از آن خیابان میگذشت، هر روز که برای تدریس میآمد. این یک سفر طولانی چندین کیلومتری بود، چند بلیت اتوبوس و بخش‌هایی با پای پیاده، بدون رانندگی. پیتر میخواست با باز کردن چتر مؤدب باشد. و آنچه را که انکار میکردیم نتیجه گرفتیم. پیتر هر روز صبح دیر میآمد زیرا از مکانی دور میآمد، زیرا دور زندگی میکرد. پیتر آلینسون جوان بود. مشکی. او به دلیل یک دولت سهل انگاری فوت کرده بود. دولتی که نتوانسته بود دسترسی به خدمات اولیه مانند بهداشت و آموزش کافی را برای کل جمعیت خود تضمین کند. دولتی که نتوانسته بود شرایط بیمارستانی مناسب را تضمین کند که در آن مردم در راهروهای بیمارستان روی برانکارد دراز کشیده بودند. دولتی که نتوانست از منابع ملی محافظت کند و مناطق شهری را بازسازی کند و به مناطقی اجازه دهد. محرومیت و ورطه‌های آن و دولتی که نتوانست از جوانان خود، به ویژه جوانان سیاه پوست، محافظت کند. پیتر آلینسون 26 ساله بود. چراغ راهنمایی عوض شده بود. برای کمک پیتر رفت و از خیابان عبور کرد. نوبت او نبود. گلوله آمد. و آداماستور به همه نگاه کرد. سعی کرد ما را آرام کند. سعی کرد ما را درک کند تا در نهایت بتواند به توزیع همه مقالات ادامه دهد. نگران نام بعدی را ناراحت کرد. ارسطو. آقای ارسطو. او به من نگاه کرد. داشت با من تماس می گرفت. اما قدم اول مدتها قبل برداشته شده بود. اینطور نیست. و من راه می رفتم. چهره ها را تماشا می کردم. همراهم می کردم. هر کدام با ویژگی های خاص خود. با درس های خودشون در مسیرهای شخصی خود. من. سیگنال سبز بود. نه. یا قبلا آبی شده است. ادامه دادم و به نقطه مطلوب رسیدم. و خودم را گرفتم و برگشتم تا نگاه کنم. تا بفهمم. بالاخره واقعا چه اتفاقی افتاد؟ بشقاب ها. وقتی به یاد آوردم. از کاری که انجام نشده بود.
یک صفحه دور از انگشتانم، همون چیزی که همین الان میخواستم کشف کنم. چون حافظه انتخابی بود. خاطره. زمان همه بمب‌ها، الان همه روبان‌ها از همه هسته‌ها در هم تنیده شده‌اند. و انجام حس به طور غیرقابل جبرانی طرح را شکل می‌دهد. روایت برگزیدگان از آنچه جذب شد و پذیرفت که روایت شود. در من. در ما. در مرکز او. دستان دراز شده. مثل بالهایی برای پرواز. در پرواز اجدادی بیش از 1000 ساله اش. همیشه بالای سر ما شناور است. همیشه از بالای تپه. در سبز و آبی عرفانی، جادویی و بیچون و چرای او. در آغوشی از پیتر آلیسون.